سلام. اگه از شما بپرسن مهمترین صنایع دنیا کدام ها هستند، چه پاسخی دارید؟ شاید اغلب اشاره کنید به صنعت خودرو، نفت و یا هوافضا و انرژی. کمتر کسی شاید ذهنش بره به سمت صنعتی که بدون اون صنعت تقریبا تمام این صنایع متوقف میشن. صنعت روغنکاری یا صنعت روانکاری. من صاحب مهمان نواز هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف و دارنده مستر از یونیورسیتی آف بارسلونا. دارای 23 سال سابقه کاری در صنعت روانکاری هستم و تمام این سالها سوالی که در ذهنم مطرح بود این بود که چرا صنعتی به این زیبایی و با این اهمیت اینقدر ناشناخته است. متاسفانه حتی دانشجویان، مهندسان و متخصصین هم شناخت کافی از ظرفیت‌های این صنعت ندارن. بنابراین من تصمیم گرفتم که لوبریکیشن پس رو راه اندازی بکنم. در لوبریکیشن پس ما فقط راجع به روغن‌ها صحبت نمی‌کنیم. ما راجع به فرصت‌های شغلی صحبت می‌کنیم، شرکت‌های پیشرو، راجع به تجارب عملی که دسترسی به اونها نتیجه سالها کار و تلاش است. اگر دوستدار این صنعت هستید و یا علاقمند هستید که بیشتر راجع بهش بدونید، در لوبریکیشن پس همراه من باشید. متشکرم.